سلام، حالتون چطوره؟ دیجی احسان هستم با یک ویدیو آموزشی دیگه از نرم افزار ویرچوال دیجی که امروز قصد دارم ورژن 2020 رو مقایسه کنیم با ورژن قبلی این برنامه. دوستانی که ویدیو قبلی ما رو مشاهده نکردن میتونن از لینک بالا کلیک بکنن و ویدیو قبلی آموزش نرم افزار رو مشاهده بکنن. میریم با هم تا ببینیم نرم افزار ویرچوال دیجی 2020 چه امکاناتی در اختیار ما قرار میده. بزن بریم. خب بچه از قسمت بروزر شروع میکنیم. این پایین رو که مشاهده میکنید بروزر زوم داریم، یعنی شما صفحه بروزرتون رو کامل براتون نمایش میده که لیستتون رو باز بکنید، فایل موزیکتون رو انتخاب بکنید، پلی بکنید و افکت بدید و تنظیمات انجام بدید. قسمت فونت سایز رو داریم که میتونیم به دو حالت بزرگ و کوچیک نمایش داده بشه، اما اگر بخواید بیشتر بزرگ بشه شما بیاین تو قسمت آپشن، قسمت تنظیمات برنامه که آپشن نام داره، تایپ بکنید فونت. وقتی که فونت رو تایپ کردین گزینه یس رو کلیک بکنید و بیاین بیرون. همونطور که مشاهده میکنید دو تا فونت سایز داریم، کوچیک بکنه یا بزرگترش بکنه. به حالت دلخواه خودتون درش بیارین، تنظیماتتون رو انجام بدید. و یک گزینه بالا هست که میتونید شما بگید که موزیکام رو نمایش بده، ویدئوم رو نمایش بده یا فایل کاراوکه رو نمایش بده. این قسمت بروزر کلا شخصی سازی هست و به صورت دلخواه خودتون میتونید درش بیارید، یا میتونید فولدرهای مثلا فیوریت خودتون رو درست بکنید. اینجا بریم قسمت بالا، قسمت لایاوت. شما میتونید برنامه‌تون رو به حالت استارتر، اسنشیال، پرو یا پرفورمنس در بیارید که من در حالت پرو قرارش دادم و رنگ برنامه‌تون رو عوض بکنید، به حالت سفید در بیارین یا مشکی بکنید رنگش رو. و این فرماتمون رو میگه چطوری نمایش بده برای من، رنگم رو چطور عوض بکنه و یا پوزیشنش رو چطوری انتخاب بکنه. این قسمت رو منظورش هست بچه که چه رنگی باشه، چطوری نمایش بده. جاگویل رو چطوری بهم نمایش بده، که این قسمت جاگویل هست که به اشتباه متاسفانه خیلی ها میگن اسکرچ. این قسمت جاگویل نام داره ولی این حرکت اسمش اسکرچ کردنه که من میذارمش روی تکست که برای من BPM های موزیک هم رو زمانش رو به من نشون بده. و قسمت بیت کانتر که باز هم میگه چطوری نمایش بده و 4 تا دک که شما میتونین 4 تا دک داشته باشین و 4 تا موزیک رو مدیریت بکنین. اما برای شما سخت هستش با همین ورژن کار بکنین، 2 تا دک داشته باشین و خودتون رو مسلط بکنین رو برنامه. بعدها میریم سراغ 4 دک. خب میریم حالا سراغ یک قسمت جالب نرم افزار ویرچوال دیجی 2020 بچه‌ها که قسمت ایونت اسکیجولر هستش، که در این قسمت شما میتونید برنامه ریزی بکنید که در چه ساعتی و یا چه موقعی چه فایلی، چه سامپلی، چه پلیلیستی، چه تکست مسیجی و یا اسلاید شوی یا اسکریپت بنویسید برای شما اجرا بشه. من میگم یه سامپل میخوام اجرا بشه به نام های هت رو انتخاب میکنم، بعد از 2 ثانیه اجرا بشه، استاپ بشه فقط برای 10 ثانیه میخوامش. سیو رو میزنم و یک برنامه دیگه هم بهش میدم که یه تکست نمایش بده به اسم احسان ویرچوال 2020. بعد از 5 ثانیه نمایش بده، تکرار بشه هر 5 دقیقه و برای 10 ثانیه، فقط توی 5 دقیقه برای 10 ثانیه نمایش بده. سیو رو میزنم. مشاهده بکنید بچه‌ها. زمانی که داده بودیم های هتمون قطع شد و همینطور گفتم که تنظیمات تکست هم چطور باشه. شما هم میتونید هر کاری اینجا انجام بدید.
مثلا میتونید اسلاید شو نمایش بده براتون، یا یک فایلی که دوست دارید براتون اجرا بشه. اینجا خیلی به درد یک ویدیو بهتون آموزش داده بودم بچه رکورد بگیرید در این قسمت. مثلا رکورد بگیرید و رکوردتون رو به عنوان سمپل انتخاب بکنید. اینجا به اون دردم میخوره که شما یه رکورد واسطه خودتون بگیرید و توی میکساتون استفاده بکنید و بگین هر 5 دقیقه این اجرا بشه برای اینکه در میکسام بتونم استفاده بکنم. این هم یکی از قابلیت‌های نرم افزار بود که شما میتونید از این قسمت بازش بکنید و تنظیمات بکنید. خب توی نرم افزار بچه تو قسمت دک ها شما تنظیماتی دارید که میتونید BPM هاتون رو یکی بکنید، یعنی اتو مچ کی گذاشته، اتو سینک پلی گذاشته، همه چی براتون اینجا گذاشته دیگه. خیلی راحت موزیکا با هم BPM هاشون یکی میشه و شما میتونید خوشگل یه میکس زیبا در بیارید از کارتون. بریم با هم دیگه 2 تا موزیک رو اجرا بکنیم و یک سری افکت ها روشون قرار بدیم و شما رو بیشتر با قسمت افکت، قسمت کیو و لوپ ها آشنا بکنم. بیایید بریم ببینیم این قسمت ها چه کارهایی انجام میده. خب بذاریم قبل از اینکه بریم سراغ اینکه 2 تا موزیک رو میکس بکنیم و آشنا بشیم با افکت ها و لوپ ها، بریم تو قسمت تنظیمات برنامه. یک قسمت داره رکورد که شما میتونین فایل هاتون رو با فرمت MP3 یا MPEG-4 و یا ویو فیلم ضبط بکنید و رکورد داشته باشین در کامپیوترتون. و قسمت ریموت که گزینه فکر میکنم خیلی جالبی باشه که خیلی از دیجی ها فکر میکنم در برنامه هاشون این قسمت رو خیلی دوست داشته باشن که بتونن از طریق گوشی موبایلشون iOS و یا اندروید برنامهشون رو مدیریت بکنن. این قسمت هم شما میتونید برنامهش رو دانلود بکنید تحت ورژن گوشیتون و اپلیکیشن رو مدیریت بکنید. خب حالا بریم سراغ میکس کردن و اینکه ببینیم افکت ها چه تاثیراتی روی موزیک ما میذارن و هات کیو یعنی چی، لوپ چه کاری میکنه. بچه‌ها بریم با هم 2 تا موزیک رو میکس بکنیم و آشنا بشیم با قسمت های مختلفش. با من همراه باشید. خب قبل از اینکه بچه‌ها میکس رو انجام بدیم من میگم بریم یه رکورد بگیریم و یه سمپل برای خودمون درست بکنیم که بتونیم توی میکسمون استفاده بکنیم. من این کار رو سریع انجام میدم به خاطر اینکه توی ویدیوهای آموزشی قبل هم بهتون آموزش دادم. برید مشاهده بکنید و این قسمت رو یاد بگیرید. من سریع این کار رو انجام میدم تا برسیم سراغ میکس 2 تا آهنگمون. Remix by DJ احسان. اوکی، میک من آماده است. میرم ادیتش میکنم و کیو یکم رو پاک میکنم، کیو درست میکنم. اوکی. Remix by DJ احسان. خب Remix by DJ احسان. و حالا یه سمپل ازش میگیرم با مسترم. Remix by DJ احسان. مسترم هم آماده است. Remix by DJ احسان. خب بریم 2 تا موزیک حالا انتخاب میکنیم. 2 تا موزیک از تو قسمت موزیکام دیجی احسان. همین 2 تا موزیک اول رو من انتخاب میکنم و هات کیو بسش میذاریم. خب فقط دقت بکنید بچه‌ها، سعی بکنید از موزیک هایی که BPM های نزدیک به هم دارن استفاده بکنید تا یه میکس عالی بتونید در بیارید. من سینک رو استفاده میکنم برای اینکه موزیکام BPM هاش یکی بشه. همینطوری که مشاهده کردید
BPM های موزیکام یکی شد. من میخوام از لوپ استفاده بکنم، از یه فیلتر استفاده بکنم، از هات کیو استفاده بکنم، از سمپل استفاده بکنم و یه میکس انجام بدم و شما ببینید که به راحتی میتونید موزیکاتون رو با هم میکس بکنید. خب بچه‌ها با هم بریم دوتا موزیک رو میکس بکنیم و شما بیشتر آشنا بشید با نرم افزار. تو همونی که میخواستم دنیامو باهاش بسازم، تو همونی که همیشه Remix by DJ احسان. بمیرم درد و غصه هات به جونم، تا ابد پیشت میمونم، دنیا می خودت میدونی، اینو تو چشام میخونی، هر لحظه عاشق تر از پیشم، نری تو یه روزی از پیشم، جون من به نفست بنده، تو باشی عاشق ترم میشم. تو چشاته که دیوونم میکنه، با هر نفسات آروم میگیرم، اینو نمیدونی دیوونه، تو خیالت راحته من دلم بی‌طاقته، بی خیال تو نمیشم، حس پرواز کنارت جون میگیرم، با خیالت تو میگی میمونی پیشم، بمونه مهرت تو سینه، نباشی قلبم میلرزه، بودنت خیلی میارزه، هر لحظه عاشق تر از پیشم، نری تو یه روزی از پیشم، جون من به نفست بنده، تو باشی عاشق ترم میشم. خب همونطور که مشاهده کردین دو تا آهنگ رو با هم دیگه میکس کردیم، از این دک به اون دک، از افکت ها استفاده کردیم. خیلی ساده من براتون انجام دادم که بتونید راحت‌تر یاد بگیرید. خیلی کارا میشه کرد ولی خب شما باید بیشتر تمرین بکنین، روی نرم افزار مسلط بشین تا بتونید هنر خودتون رو نشون بدین. امیدوارم که مفید واقع بوده باشه براتون این ویدیو. لطفاً پیج من رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.